مهسا ژینا امینی متولد 17 مهر 1379 در شهر سقز کردستان. اسم اون در شناسنامه مهسا بود، ولی اطرافیانش اون رو ژینا صدا می زدن. پدر مهسا امجد امینی و مادرش مژگان افتخاری نام داشت و یه دونه برادر که اسمش اشکان بود. ژینا چند ماه قبل از مرگش در دانشگاه ارومیه برای رشته میکروبیولوژی ثبت نام کرده بود و قصد داشت که برای تحصیل و زندگی به ارومیه نقل مکان کنه. پدر ژینا هم براش یک مغازه لباس فروشی در شهر غزه راه اندازی کرده بود، ولی به گفته مادرش مهسا به این کار علاقه‌ای نداشت. به همین خاطر هم زیاد به مغازه نمی رفت. چند ماه بعد خانواده امینی به خاطر اینکه در ایام کرونا مسافرت نرفته بودن، به خاطر همین در شهریور 1401 برای دیدن فامیل از سقز به تهران اومدن. ژینا حدود ساعت 6 عصر سه‌شنبه 22 شهریور در نزدیکی ایستگاه مترو شهید حقانی در حالی که همراه برادرش اشکان بود به دست ماموران گشت ارشاد دستگیر شد. به گفته برادرش مهسا هنگام بازداشت به ماموران گفت که ما که این شهر غریبیم، اما ماموران توجهی نکردند. بعد از اعتراض برادرش به او گفتن که خواهرش باید برای کلاس توجیهی به بازداشتگاه منتقل بشه و حدود 1 ساعت دیگه بعد از کلاس توجیهی آزاد میشه. به گفته مردمان شاهد در صحنه و خودروی گشت ارشاد، هنگامی که اشکان برادر مهسا میخواست که برای بازداشت خواهرش مقاومت کنه، به اون گاز اشک‌آور زدن و برادرش و دیگر افراد رو از مکان پراکنده کردند. 2 ساعت بعد از دستگیری مهسا و انتقال اون به پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابون وزرا، ژینا به دلیل ضربات وارد شده به جمجمه دچار مرگ مغزی شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسری تهران بستری شد. زمانی که برادر مهسا جلوی ساختمان پلیس امنیت منتظر آزاد شدن خواهرش بود، اون یک آمبولانس رو دید که از اداره پلیس خارج شد. به خاطر همین هم از یکی از سربازان درباره خروج آمبولانس سوال کرد و سرباز گفته یکی از سربازان پلیس زخمی شده. اشکان بعد از نشون دادن عکس خواهرش به دخترانی که از گشت ارشاد آزاد شده بودند فهمید که آمبولانس خارج شده حامل بدن نیمه جون خواهرش بوده. طبق گزارشی که از بیمارستان کسری تهران رسیده شده، مهسا به محض رسیدن از لحاظ پزشکی مرده بوده. به گفته پدر و مادر مهسا، مبنی بر اینکه ماموران گشت ارشاد گفته بودند که مهسا امینی از قبل بیماری داشته، گفتن که مهسا
از قبل از بازداشت کاملا سالم بوده و هیچ مشکلی نداشته. مهسا ژینا امینی 3 روز بعد در 25 شهریور 1401 بر اثر شدت جراحات ناشی از ضربات وارد شده به بدن و جمجمه در بیمارستان کسری تهران درگذشت. مرگ مهسا موجب اعتراضات گسترده‌ای در نقاط مختلف ایران و جهان شد. واکنش‌ها به مرگ مهسا در شهرهای ایران و فضای مجازی موجب شد که هشتگ فارسی مهسا امینی با گذر از مرز 300 میلیون در توییت ترند جهانی بشه و رکورد جهانی توییتر رو بشکنه. قتل مهسا زمینه ساز گسترده ترین قیام سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی شد. مهسا ژینا امینی همراه با جنبش زن زندگی آزادی برنده جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا و ساخروف شد. روحش شاد و یادش گرامی.